اکثر مردم وقتی به ماشین آتش نشانی را می‌بینند فقط یک تانکر آب به ذهنشان خطور می‌کند. اما بیایید با تجهیزات این ناجیان قرمز رنگ بیشتر آشنا شویم. در این ماشین با وجود اندازه عظیمش حتی 1 اینچ فضا نیز هدر نمی‌رود. سمت چپ آن شبیه یک ذراتخانه متحرک است، مجهز به اره‌های زنجیری، تبرهای آتش نشانی، چکش‌های آتش، انبر دست‌های آتش و بیشتر. کپسول‌های اکسیژن و خاموش‌کننده‌های پودر خشک نیز از ضروریاتند. حالا به سمت دیگر نگاه کنیم. خاموش‌کننده‌های فوم و دی اکسید کربن همراه با مجموعه کاملی از ابزارهای دیگر آتش نشانی را می‌بینید. حتی فضای بالای کامیون کاملاً استفاده شده و شامل انواع شلنگ‌ها و نردبان‌های آتش نشانی است. 2 شلنگ سخت در کنار آن وجود دارد که می‌تواند آب را مستقیما از برکه بکشد، مخصوص شرایط خاص. در قلب این کامیون پمپ آبی قرار دارد که در مرکز نصب شده و با موتور دیزلی قدرت می‌گیرد. عملکرد قدرتمند آن اجازه می‌دهد 200 لیتر آب در ثانیه پمپ کند. تانکر آب در عقب کامیون قرار دارد، متشکل از 4 تانکر کوچکتر با ظرفیت کل 4 تن.